الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله این حلقه 74 از آموزش کلمة التوحید لا اله الا الله محمد رسول الله هست که معنیش نیست معبود بر حق بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله هستند. ان شاء الله در این حلقه به شرح و توضیح ششمین شرط صحت لا اله الا الله می پردازیم، زیرا ما در حلقه های گذشته 5 شرط کلمة التوحید که شرط صحت است به شما بیان نمودیم و ضد این شرط ها را نیز بیان نمودیم. اولین شرط صحت لا اله الا الله العلم و ضد علم و نابود کننده علم کفر الجهل. دومین شرط صحت لا اله الا الله الیقین و ضد یقین و نابود کننده یقین شک و شبهه و ریب. سومین شرط صحت لا اله الا الله این الصدق و ضد صدق و نابود کننده صدق این کفر الكذب او کفر النفاق، نفاق و کذب. چهارمین شرط صحت لا اله الا الله الاخلاص و ضد اخلاص و نابود کننده اخلاص این الشرک. پنجمین شرط صحت لا اله الا الله المحبه، ضدش این البغض والکره، چخیلی که بیان گشت کفر البغض و کفر الکره. و ششمین شرط صحت لا اله الا الله این القبول یا که به ضمش القبول، که این را علما معروفش میگن القبول، که لا اله الا الله به این شرط صحیح نمیگردد و قبول نمیگردد، زیرا که ما گفتیم شرط صحت لا اله الا الله یعنی همون وقت لا اله الا الله صحیح است، درست است و قبول میگردد از انسان که شرط ششم هم بجا بیاید، این القبول. شیخ سلیمان ابن سحمان از کبار تلامذ سلیمان ابن سحمان میگویند، البته شیخ سلیمان ابن سحمان از کبار شاگرد سلیمان ابن حمدان میگویند، در بیت های بیان میکنند وسادسها وهو القبول وضده هو الرد فافهم ذلك القيد ترشدي أو ترشدي كحال قريش حين لم يقبلوا الهدى وردوه لما أنعتوا في التمرد وقد علموا منها المراد وأنها تدل على توحيده والتفرد فقالوا كما قد قاله الله عنهم بسورة صاد فاعلمن ذلك تهتدي فصارت به أموالهم ودماءهم خلالا وأغناما لكل حلالا وأغناما لكل موحد فقالوا كما قد قاله الله عنهم بسورة صاد فاعلمن ذلك تهتدي فصارت به أموالهم ودماؤهم حلالا وأغناما لكل موحد. بارك الله فيكم. شیخ سلیمان ابن سحمان میگویند و ششمی شرط صحت لا اله الا الله این قبول است که ضدش
این رد است. ضد قبول این رد کردن است. پس همین رو باید بدانی، زیرا که این بینواد یک قیدی ارشاد دهنده و راه نشان دهنده است. به مانند حال قریش زمانی که هدایت را قبول نکردند و رد کردند و تمرد و سرکشی کردند، گمراه نباشی. قریش مراد رسول الله، مقصدی رسول الله را فهمیدند، مراد کلمه لا اله الا الله را فهمیدند، معنیش را فهمیدند که توحید به چی دلالت می کند، یعنی به یکتاپرستی و یگانه دانستن الله. اما قبول نکردند، رد کردند و به سبب رد کردنشان مالهای اونها، خون اونها حلال گشت و برای اهل توحید غنیمه کرده شد، غنیمه گشت. و این معنای بیت هایی که شیخ در مسئله قبول نوشتند. پس قبول چی معنی دارد؟ علما میگن قبول به فتح قاف، یعنی قبول، یا که ضمها قبول، هر دوشم جایز است. معروفش قبول، معنایش اصلش از قبیل، یعنی اصل همین کلمه قبول از قبیله، قبیله می باشد. اصلی کلمه قبول یا که قبول از قبیله می باشد که این از مواجهه است. مواجهه یعنی روبرو شدن، مواجهه روبرو شدن، یا که روی را به همون طرفی یک طرف گرداندند، یک طرفی مخصوص گردانیدن. چخیلی که در زبان فارسی هم میگن مواجه من هستی، یعنی به سوی من نگاه میکنی. البته مواجه را در زبان فارسی اینچنین به دیگر معنا هم استفاده میبرند، یعنی آیا به من دقت میدهی یا به من اهمیت میدهی را مواجه هم میگن. اما مواجه من باش به زبان اگر فارسی بگید معناش این که به من نگاه بکن. پس معنای قبول و قبول از قبیله بوده، اصل این کلمه از قبیله بوده، از مواجه است. و این چنین از همین قبول یا از قبیله قبله. قبله میدونید قبله من و شما کعبه هست. هر روز نمازی که میخونیم 5 وقت نمازمون رو به سوی قبله میخونیم. همین قبله اصلش از قبیله هست، یعنی قبول، قبول، قبله، اینو اصلش از قبیله هست که معنای این هم از مواجه است. یعنی انسان به سوی قبله رویش رو میگرداند، یعنی روی انسان در حالت عبادت به سوی کجاست؟ خانه کعبه هست. از سبب همین خانه کعبه قبله نامیده شده است، از سبب اینکه همه مسلمان ها در وقت عبادت رویشون رو به سوی کعبه میکنند، برای همین قبله نامیده شده است. قبله یعنی مکانی که همه مواجه هستند. و این چنین کلمه قابله، القبول و التقابل، مقابله، لیلة المقابله، شب آینده که روبروش هستیم می آید، یا که کلمه قبائل، قبائل العرب. قبائل عرب هم اصلش از همین قبل است، یعنی قبائل یک گروه انسان هایی که به همدیگر روبرو می شوند و جمع می شوند، برای همین قبیله گفته شده است. یک جماعتی که به همدیگر روبرو می شوند، به همدیگر جمع می شوند، این رو قبیله گفته شده است. و تو آیت هم در سوره صافات آمده است به همین معنای لغویش. در سوره صافات آیت 44 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم علی سرر متقابلین. اهل جنت وقتی که به جنت می درآیند بر سریرها متقابلین، یعنی به همدیگرشون می نگرند، یا که در این آیت والله علم به نعمتهای بهیش نظر می کنند و به الله سبحانه و تعالی نظر می کنند. و این چنین قبول اگر به علم فقه نظر کنید یکی از مسائل فقهی است. قبول از رکن عقدها که متعلق به معاملات مالی یا خرید و فروش یا که نکاح یا که مسائل ذموی است.
یعنی در نکاح مسئله قبول وجود دارد. دختر باید مرد رو قبول کند، مرد باید دختر رو قبول کند. در مسئله خرید و فروش انسانی که میخرد باید بگوید که قبیلت، گرفتم یا قبیلت، که به معنای همیشه قبیل است. بارک الله فیکم. پس همین کلمه قبول مرادف کلمه های دیگر دارد، یعنی کلمه های هم معنای دیگر دارد. به معنای اقرار کردن، اعتراف نمودن، تسلیم شدن، رضا، راضی شدن. بارک الله فیکم. بدانید که قبول بر بالای دو اصل و دو معنا دور میزند. قبول چلی که به زبان عربی میگم مدارش در دو اصل و دو معنا است. یعنی همین قبولی که کلمه هست، من شما بگم قبول شرط لا اله الا الله، در بالای دو معنا دور میزند. معنای اول اخذ گرفتن و لزوم، اخذ و لزوم یعنی گرفتن و لازم بودن. قبول گفتن یعنی گرفتن چیزی، یا که به معنای رضا بودن، راضی شدن و مایل شدن نفس به چیزی. بارک الله فیکم. پس به مانند اینکه بگید من هدیه رو قبول کردم، یعنی معناش این که من هدیه رو گرفتم. قبول به معنای اخذ، گرفتن آمده شده است. به مانند سخن الله سبحانه و تعالی که در سوره آل عمران آیه 37 آمده است، میگوید فتقبلها ربها بقبول حسن. پس قبول کرد الله، یعنی ربش وی رو به قبول حسن. فتقبلها در اینجا علما میگن ای اخذها، گرفت، یعنی قبول به معنای اخذ، گرفتن آمده است. و اینچون در آیه احقاف، یعنی سوره احقاف آیه 16 آمده است نتقبل عنهم احسن ما عملوا، قبول میکنیم از آنها بهترین عملی، یعنی احسن العملی که انجام دادن. در اینجا هم قبول به معنای اخذ است، ما میگیریم از آنها، یعنی قبول میکنیم، میگیریم از آنها. الله سبحانه و تعالی عبادت ها رو قبول میکند، معناش این که میگیرد. اقبال کردن به یک چیز یعنی گرفتن همون چیز است، یا ملازمت کردن به همون چیز است. بارک الله فیکم. پس معنای یا که معنای بزرگ دومی که اصل در بالای همون است، مدار اصل، مدار کلمه قبول در بالای همین معنای بزرگ است، این رضا و میل النفس است. مثلا به زبان عربی بگید قبلت شیء، یک چیز رو قبول کردم، یعنی معناش این که من به همین چیز راضی شدم. در خرید و فروش مثلا، یا در نکاح اگر بگید که من قبول کردم زن رو، معناش این که من راضی شدم به گرفتن همون زن یا خریدن چیزی. بارک الله فیکم. یا که به این معنا حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده است در کتاب امام بخاری که امام بخاری روایت میکنند، روایت حدیث صحیح است. ثم یوضع له القبول فی الارض، قبول فی الارض. یوکی ابن منذر در لسان عرب در همین معنا میگن که القبیل طاعت الله و ترک معصیته، یعنی الله وقتی که انسان را در زمین قبول میکند یا که قبول شدن انسان را در زمین میگذارد، معناش این است که انسان طاعت الله را میکند و از معصیت دور میشود. پس بارک الله فیکم، این همه معنای لغوی بود. قبول از مواجهه است، مرادف قبول اقرار، اعتراف، تسلیم، رضا هست. و همین کلمه قبول در بالای دو معنا دور میزند، یا در معنای اخذ یا در معنای رضا و میل النفس. بارک الله فیکم، که این همه معنای لغوی بود. اما قبول، کلمه قبول یا قبول در شرع هر دوی این معنای گفته‌مان را جمع میکند، هم گرفتن و به همون چنگ زدن و همون را ملازمت کردن، و هم به معنای رضا بودن و مایل شدن نفس، یعنی گرفتن یک امر، چنگ زدن به یک امر
و به همون امر لازم بودن و همیشه من رو انجام دادن و به همون امر گرفته اتون راضی بودن و مائل نفس شدن و ترک نکردن، همون امر گرفته اتون رو ترک ننمودن، این در شریعت قبول است. البته ما معنای قبول در شریعت و تعریف اون در اصطلاح رو ذکر میکنیم. معنای قبول برای کلمت توحید لا اله الا الله چیست؟ یعنی قبولی که ما شرط صحت لا اله الا الله میگیم، قبولی که برای کلمت توحید لا اله الا الله هست چی معنی دارد؟ قبول کلمه لا اله الا الله، قبول کلمت التوحید یعنی قبول آن چیزی که این کلمه دلالت به همون میکند، قبول هر چیزی که این کلمه به همون دلالت میکند، قبول هر چیزی که معنای این شهادتین است، یعنی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. باید بدانید که قبول کلمه لا اله الا الله یعنی معنیش قبول آن چیزی که این کلمه دلالت میکند و در معنیش دارد. کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله فرق ندارد که دلالت این کلمه معنوی باشد، یعنی در مضمونش یا در دلالتش یا در ملزومهاش. پس قبول آن چیزی که این کلمه دلالت میکند چگونه قبول کردنش؟ یعنی گرفتنی هر آن امری که این کلمه میکند و پایبند شدن به امر این کلمه و رضا شدن به هر آن چیزی که این کلمه آورده است، یعنی لا اله الا الله محمد رسول الله، تسلیم شدن به این کلمه، رد نکردن این کلمه، سرکشی نکردن از این کلمه، اعراض نکردن به این کلمه، اعتراض نکردن به این کلمه و این چنین قبول کردن هر اون چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از جانب الله آوردند و پایبند به همون چیزهای آورده رسول الله شدن و راضی شدن به همین چیزهای رسول الله آورده و یگان چیزی که رسول الله آوردن رد ننمودن و رد نکردن، با همراهی قبول قلب و با همراهی ذلت قلب، شکست قلب و خضوعش به همه آن چیزی که از الله و رسولش صلی الله علیه و سلم آمدن و رضا شدن به همه این چیزها. انا من معنای قبول شدن است. یعنی معنای قبول بیناد معنای بزرگ است، قبول کردن تمام شریعت. اگر مختصرا بگید قبول کردن اول شریعت و آخر شریعت و بین شریعت، یگان چیزی را از شریعت نگذاشتن مگر اینکه شما قبول میکنید. معنای لا اله الا الله همه شریعت است. برای من مختصرا ما گفتیم که قبول آن چیزی که شهادتین، یعنی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله دلالت به همون میکرد، هم رو قبول کردن. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله تمام شریعت رو دلالت میکرد، به تمام شریعت دلالت میکرد. تمام شریعت به خاطر همین کلمه است. پس حکم قبول چیست و چی اهمیت دارد، چی منزلت و مکانت دارد؟ بدانید که قبول این رکن دین است. این رکن دینی که انسان به همون دین، به دایره همون دین اسلام داخل می شود. یعنی قبول یکی از رکنهایی که به واسطه همون رکن انسان به دایره اسلام داخل می شود. اگر قبول به وجود نآمد انسان به دایره اسلام نمی دارد. هر کسی که قبول رو به جا آورد به همون انسان احکام اهل اسلام جاری می شود، یعنی مسلمان گفته می شود. وقتی که قبول از انسان نابود شد به دیگر چیزها نگاه کرده نمی شود که هست یا نیست. وقتی که قبول نابود شد این انسان کافر است. وقتی که کسی رد شریعت کرد، رد رد چیزی از احکام کرد، رد الله و رسولش کرد، العیاذ بالله، رد قرآن کرد، رد یک کلمه قرآن کرد، کافر می شود. به دیگر چیزاش نظر کرده نمی شود. یک انسان رد شریعت بکند، رد حجاب بکند، رد آیه از قرآن بکند، نظر نمی کنیم که آیا نماز می خواند نمی خواند، آیا روزه می دارد نمی دارد. روزه می دارد، نماز می خواند، حج می رود، با چیزهای دیگر است و غیره و غیره، اما رد کرد یک احکام شریعت رو، کافر شد.
پس برای من علما میگن وقتی که قبول نابود شد به جایش رد آمد، به دیگر عملهای انسان اسلامیش نظر نمیکنیم، چرا که اولین خطوه یا که قدم برای داخل شدن بر دین انمین قبول است. شرط ششم صحت لا اله الا الله است. بارک الله فیکم. پس برادرانم و خواهران موحدم، قبول را باید قوی کرد، سخت کرد. وقتی که انسان قبول می کند، پس بعد از قبول عمل به وجود می آید. امروز چقدر انسان هایی هستند که خود را مسلمان می گویند اما قبول ندارند. قبولی رجم کردن ندارند. رجم چیست؟ رجم یک حکمی که در قرآن حکمش هست اما تلاوتش منسوخ شده است. چخیلی که در حدیث است الشیخ و الشیخة فرجموهما و این زنیا. یک مردی زندار و یک زنی شوهردار وقتی که زنا میکند اینها رو سنگسار کرده میشود. این رو میگن رجم. این حکم الله و رسولش است. و بسیار مسلمان هایی هستند که امروز این حکم رو قبول ندارند و این حکم رو وحشانیت میگن. اعوذ بالله من ذلک. و همین کفر است. رد کردند یک حکم الله رو، قبول نکردند. ما نظر نمیکنیم به انسان که نماز میخواند، روزه میدارد، نمیدارد، ما میگیم کافر است. حکم الله رو رد کرد. میگوید قرآن از الله است، سنت رسول الله را دوست می‌داریم، مسلمانیم، اما در زدن زناکار را، دست بریدن انسان دزد را و حرام بودن عرق را و چند چیزهای دیگر را قبول نمی‌کنیم. اعوذ بالله. ما میگیم این انسان کفر است، انسان کافر است، به کفر واقع شده است و این کفرش کفر واقع شده است. این چی است؟ کفر اکبر است. انسان رو خارج میکرد. به سبب کفرش و مناط کفرش این رد است. رد کردن آیات های الله سبحانه و تعالی از سبب کبر یا از سبب جهالت یا از سبب امتناع فرق ندارد. آیا امروز وجود دارد؟ البته وجود دارد. انسان های است که مسلمان است، تمام قرآن و سنت را قبول میکند اما میگوید ما نباید مرتد را مرتد بگوییم، نباید کافر را کافر بگوییم. تکفیر کردن این در شریعت نیست میگوید. یعنی یک کس را کافر گفتن. آیا رد کرد یا نکرد؟ البته. چرا که تکفیر کردن کافران، تکفیر کردن طاغوتان، کافر دانستن اونها این واجبات دینی هست. یکیش میگوید من مسلمانم، مسلمانی بهترین از قرآن و سنت، اما من الولاء و البراء را قبول ندارم و قبول ندارم که کسی به سبب ولا موالاتش به کافرین کافر شود. پس میگیم به کفر واقع شد و این کفرش کفر اکبر است. دیگری میگوید تمام اسلام را قبول دارم اما یک کلمه را قبول ندارم. 4 حرف دارد که این جهاد است. این را رد میکند. قله بالاترین اسلام را رد میکند. عملی که تا روز قیامت این عمل انجام دادنش بهترین عمل است. ما میگیم به کفر واقع شده است. کسی که اصلا قبول نمیکند کافر است. سبحان الله. سبب کفرش این است که اینها بعضی از دین را قبول کردن و بعضی دیگرش را قبول نکردن. اتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض. آیا بعضی کتاب را قبول میکنید و بعضی کتاب را قبول نمیکنید؟ یعنی بعضی حکم های الله را یا که اکثرش را قبول میکنید و بعضیش را که به شما معقول نیست قبول نمیکنید؟ این چنین نیست. مسلمانی این قبول همه شریعت است، هم از جهت اعتقاد، هم از جهت اخلاق، هم از جهت عبادت و هم از جهت معامله، هم از جهت سیاست. که امروز هستند انسان هایی که میگویند شریعت بهترین از قرآن و سنت را قبول داریم اما
سیاست را از دین قبول نداریم، چرا که دین از سیاست جدا است. سیاست در دین نیست، یعنی دین را ناقص میدانند. میگن اونها فکر دارند که دین این شایسته سیاست نیست. دین نمیتواند که یک سیاست داشته باشد، چرا که دین ضعیف است در نزد اونها. اعوذ بالله. پس این همه اش نبودن قبول است، این همه اش کفر است و انسان رو کافر میکند. پس ای برادرم و خواهر موحدم، قبولت باید باشد حقیقی، هم قبول اعتقادی، هم قبول اخلاقی، هم قبول معاملات، هم قبول در عبادت، هم قبول در سیاست، چرا که شریعت اسلام از همه جانب کامل است. کسی که از یک جانب رد میکند یا قبول نمیکند کافر است. از یگان جانب فرق ندارد. بارک الله فیکم. پس با همین این حلقه رو به پایان میرسونیم و باذن الله در حلقه آینده به شما دلیل ها را از قرآن ذکر می نماییم برای اینکه قبول